نداره کسی اینجا گوشی واسه شنیدن حرف حق. کافیه کسشری تفتهند و کسمشنگ. میبینی قشنگ متقاضی از تقاضا چگونه میره بالا. چطور تقاضا رفت در نهان نهاد من تو ما همه. رسیدن و رساندن به آگاهی تنها راه حله. در این عرض پس رازی نهان است تا با خودت نشی روبرو همچنان پنهان است. درسته هست از حیوان نجیبی و آدم نانجیب حیوان ناطق. نبوده نجابت و درستی برایش مرجع تقلیدی. به جای فوش به هم دیگه سگ مرام میگید. بشود واقعا آدمی سگ مرام کرده مسیر انسانیت تمام. معرفت و مرام همه آدما میخوان، اما رسید وقتی نوبت به خودشان آدمیت رید. ز قول رستم شعر ایران زمین سهراب، چشما را باید شست و جور دیگر باید دید. اما بهت میگم چشما را باید بست، چون انسان محدود است به یک حد و یا موج و طیف و رنگ. البته فرکانس که جمع همه اینا یعنی خود ما، که ارتعاش ما در فرکانسی درست دارد برایت نخست آگاهی. بعد تنها در تاریکی چشم تو چشم با خودت سکوت و آنجا آغاز روشنایی. گر توانی هرچه بیشتر خیره بمانی به این نور آسمانی درون که هرگز نخواهی دیدش با چشم برون. میکنه طراحی ذهن هزار تویی پر از گمراهی بر اساس پالس و انرژی اطرافی که تو الان اونجا حضور داری. داریم پس هر کدام ز ما حکم ناظر خدایی در این سرای اشتباه انتخاب ها. بکش دست از خشم و سرزنش خیشتن که با آگاهی قطعا میرسی به آزادی. حتما. هست و رست این رسم باقی مونده ز انسان بدین سان. انسان ناهمسان میان این آدمیان رذالت میشه انسان مهربانی که بی هدف مهربان است و بی دلیل عاشق میشه. این حماقت داره ریشه در حکایت دین و خرافات است. این دنیا داره مکافات میگیره، اما جنایت و ظلم قربانی در لحظه. فکر کن به این شکار که میکنی همین لحظه امکان داره بشی شکار. خریت رو نکنی هرگز انکار. این بار این دار به پاس تا بشین بیدار. بیکار شاغلین بدون پیگار مقابل این ظلم بیشمار. بهترین استعداد رفت پای چوبه دار، در بهترین حالت هم در انزوای خیش با بیشمار برچسب بر پیشانیش. انسان مهربان بدون حسادت، آسوده نیست خیالت در سرزمینی که حاکمان بیدینی دارن داد دین و دینداری. خواب یا بیداری در کدام است صرف برایت؟ خواهان هدایتی یا همین مسیر که پیش رو داری؟ خلاصش میشه علاقه‌مند به گمراهی. بین راهی میکنی سوار یا میبینی خودت را تافته جدا بافته. فهمیدی چی گفته یوهان گوته؟ نمیتواند انسان کند به همه نیکی، ولی میتواند به همه نشان دهد نیکی را. همیشه بی نوبت خواستی همین یکی را. بردار این بار انسانیت و مهربانی بی دلیل و هدف را. شاید یافتی در خیش خدایت را. در پناه عشق باشی و خرد.